سلام بچه‌ها، امشب اومدیم با یه ویدیوی دیگه برای شما. الان که من دارم این ویدیو رو میگیرم ساعت 20 دقیقه به 1 تازه از سر کار اومدم. رفته بودم سوپرمارکت، حواس بستنیم کرده بود، گفتم یه بستنی بگیرم. البته بیشتر حواس یه چیز شور کرده بودم. یادتونه یه دونه اسنیکرز که یه دونه شیرینی گرفته بودم، فکر کردم اسنیکرزه، بعد اومدم خونه دیدم سیرنگه. الان رفتم سوپرمارکت دنبال همون میگشتم، یه چیز دیگه پیدا کردم که اینه اسمش نمیدونم چی کیک مغزدار بادامیه، اسمش سخته دیگه. من اینو میخواستم بازش کنم بخورم، ولی یادم اومد میخوام برای شما هم ویدیو بگیرم که ببینید. اینم یه برند جدیده، بریم که با هم تستش کنیم ببینیم چجوریه بچه ها. شکلش به این صورته و توش هم مغز بادوم داره، یه ژله‌ای هم داره داخلش انگار که بیرون ریخته. بچه‌ها این که دارم میگم کیکه، اون شور نیست، شیرینه، خوشمزه است. از بیس شکلاتش من خوشم میاد، از شکلاتی که داره. صدا میاد بچه‌ها؟ تو کامنت ها برام بگید.